کشتی متخلف در تنگه هرمز. همطور که مترقی نیروی دریایی سپاه پاسداران در راستای کنترل هوشمند تنگه هرمز صبح دیروز 2 فروند کشتی متخلف به نام‌های MSC فرانسسکو متعلق به رژیم تکنسی و شناور متخلف فامیندرس که بدون مجوز و با انجام تخلفات مکرر و دستکاری در سامانه‌های حکومتی ناوبری و به مخاطر انداختن امنیت دریانوردی سخت فرود شخصیانه از تنگه هرمز را داشتند، با اشراف ائتلافی رزمندگان نیروی شناسایی و در راستای احقاق حقوق ملت شریف ایران در تنگه هرمز متوقف. بر اساس اطلاعیه سپاه این شناورها به منظور بررسی محدوده و اسناد و مدارک آبهای سرزمین جمهوری اسلامی ایران منتهی شدند. نیروی دریایی سپاه پاسداران مجدد تاکید کرده است هر گونه اقدام برای مختل کردن اجرای قوانین اعلامی جمهوری اسلامی ایران برای تردد در تنگه هرمز و نیز فعالیت مهاجر عبور ایمن از این آبراه راهبردی به صورت مداوم توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران مورد رصد قرار گرفته و با